حکایت قشنگی گوش کنین. دختر جوانی پس از 2 ماه نامه از نامزد خود دریافت می کند که در نامه نوشته شده بود: عزیزم، متاسفانه دیگر نمی توانم به این رابطه از راه دور ادامه بدهم و باید بگویم که در این مدت 10 بار به تو خیانت کردم و می دانم که نه تو و نه من شایسته این وضع نیستیم. من را ببخش و عکسی که به تو داده بودم را برایم پس بفرست. دختر جوان رنجیده خاطر از رفتار مرد از همه همکاران و دوستانش می‌خواهد که عکسی از نامزد، برادر، پسر عمو یا خودشان به او قرض بدهند و همه آن عکس‌ها را با عکس نامزد بی‌وفایش در یک پاکت گذاشته و همراه با یادداشتی برایش پست می‌کند و در یادداشت این چنین نوشت: عزیزم، مرا ببخش، اما هر چه فکر کردم قیافه تو را به یاد نیاوردم. لطفاً عکس خودت را از میان عکس‌های توی پاکت جدا کن و بقیه را به من